با تعلیم و تربیت با صفت فرا گرفتن خوانندگان مؤسسه‌های میانه یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت معرفت‌نو کردن جامعه به حساب می‌رود. این است که همساله در گوشه و کنار کشور مؤسسه‌های تعلیمی زمانوی با شرایط معاصر بنیاد گردیده ایستادند و این مهیاسازی امکانات بهتر برای تعلیم درست خوانندگان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی کشور که در زمان صاحب استقلالی بنیاد گردیدند، آموزگاران با درک مسئولیت پای تعلیم و تربیت شاگردان بوده تلاش دارند تا برای در آینده صاحب کسب گردیدن آنها تحکرسی خوب گذارند. در این مؤسسه برای تعلیم فن‌های دقیق صنفخانه‌های مخصوص موجودند که خوانندگان درس‌های عملی خود را با استفاده از تکنولوژی حاضرزمان تعلیم در اینجا می‌گذرانند. ما شکرانه از آن می‌نماییم که در چنین مؤسسه نو و زمانوی که در کشاده‌شوی آن سرور دولت اشتراک نمود تحصیل نموده ایستاده‌ایم. بله، در مؤسسه ما عیانیت‌های درسی خیلی از همه فن‌ها زیاد می‌باشند. ما صنفخانه کامپیوتری داریم با چندین کامپیوترها مجهزند و 3 صنفخانه داریم که با دستگاه الکترونیک مجهز گردیدند. ما خوانندگان باید دانش آموزیم و در آینده به ملت خود صادقانه خدمت نماییم. آموزگاران میگویند اعلان آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت که در سمت علم‌های دقیق برآمده شده است، خوانندگان را وادار کرده است تا برای آموزش فن‌های دقیق و طبیعت شناسی جهد بیشتر کنند. واقعاً اگر تعلیم با صفت فن‌های دقیق برای تربیت درست خوانندگان زمینه گذارد، از سوی دیگر جهتی در آینده استحصال و به بازار برآوردن محصولات صنعتی از جانب جوانان مساعدت می‌کند.